اکنون قرار داریم در خانه اپای ابراد. بار دیگر سلام علیکم. سلام علیکم. خب من به شما بیننده عزیز در آغاز برنامه گفتم که خب خوراک نام دارد بولاموق و بهترش خودی اپای ابراد گوید که برای این خوراک بسیار بولذت و قدیمه کدام محصولات لازم است. مرحمت. برای این خوراک روغن، آرد، گوشت، نمک لازم است. لازم است. خیلی خوب. روغن زرد بیننده های عزیز و بینید که هر یکی شما میتوانید در خانه‌تون این خوراک رو آماده کنید و خب در رفت یا خود دوام برنامه شما میبینید که چگونه نازکی دارد این خوراک و گفتم که گوشت، روغن زرد، آرد و نمک آماده میکنید و من فکر میکنم که بسیار بولذت خواهد آمد. خب اپا ابراد از چی آغاز میکنیم؟ از روغن. از روغن. مرحمت. بیننده‌های عزیز گفتم که اون افرانی که تازه به شبکه سفینه پیوستن بار دیگر میگویم که شما برنامه خونی تاجیکستان رو تماشا میکنید و ما قرار داریم در جماعت دیوتی زیده و امروز در خانه اپای ابراد آماده میکند خوراک قدیمه، خوراک بسیار بولذت، بولاموق. و من میخواستم فهم که امین نامش از کجا پیدا شده است؟ هست یگون معلومات درباره نام امین خوراک؟ هست نامش از دورای قدیم. خب قدیم یعنی بولاموق گفته چی رو میگویند؟ بولاموق آرد رو میریزیم در روغن. خب بعد میجوشد. یعنی بلق میجوشد میجوشد و آب میریزیم. از همین ریشه گرفته است. خیلی خوب تیار میشود. تیار میشود. خیلی عالی. چند دقیقه باید ایستاد در دیگ روغن زرد؟ یعنی پورا گرم شود؟ 5 دقیقه گرم شود. خب بعد آرد میریزیم. خب خیلی خوب. با گوشت میریزیم. خیلی خوب. اپا ابراد خب برای همین رشد هنرهای مردمی چون از جانب پیشروی ملت سالهای 2019 تا 21 سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کرده شد. خب همین منطقه شما جماعت دیوتی زیده برای رشد هنرهای مردمی برای احیا از بین نرفتن خوراک‌های ملی چی کارها میکنند؟ یعنی کلان سالان میآموزونند به جوانان. به جوانان میآموزونند. دخترام خیلی خوب. خیلی عالی. با غیر از این خوراک باز کدام خوراک رو آماده میکنند؟ یعنی معمول است بسیار. خروتاب، شکر، آش بریده و شیرچال. خیلی خوب. خیلی خوب. خب خوراکی که امروز است این برای نهاری است یا که خوراک نصف روزی یا خوراک شام؟ این برای نهاری سحر. برای سحر. خیلی عالی. بیننده عزیز من میگویم که در منطقه‌های گوناگونی کشور عزیزمون بدیم در تاجیکستان و دیدید که چگونه خوراک‌های بولذت آماده میکنند و در یک منطقه خوب در یک دهه دوردست ناحیه فیض‌آباد گفتیم که خوراکی با نام روبیچ رو آماده کردن بسیار بولذت بود. در اون خوراک نیست بسیار محصولات لازم نبود استفاده نبودند ولی لذتش بسیار خوب بود و میبینید که در اینجا گوشت، روغن زرد، آرد و نمک کمک آب ایلوه میکنیم به هر حال و من فکر میکنم که گرم شده است یا نه؟ گرم شده است. اکنون چیکار میکنیم؟ آرد رو میریزیم. آرد رو میاندازیم. خب این خوراکی که شما آماده میکنید برای چند نفر است؟ برای یک 15. برای 5 نفر 10 نفر فکر میکنم زیادتر است. برای 5 نفر کفایه است. خیلی خوب. خیلی عالی و من از کارگردان خواهش میکنم که از نزدیک آمده خب در اون دیگ رو گیرد و گفتم که در یک نازکی دارد یعنی کوشش کردن در کار که انمون آرد با روغن خب اومیخته شود و نچسبده. نچسبده. خیلی خوب. خیلی عالی. سرخ میکنیم بعد گوشت میریزه آب میریزه. باز با چی کار مشغول هستند در همین جوانانی خوب منطقه شما؟ من در نظر دارم جوان دختران. کدام هنرهای ملی رو از خود میکنند؟ هنرهای دوزندگی، قراردوزی، یعنی چقدر باید آمیخته کردین رو؟ 5 قاشق آب آمیخته کرده من از گوشت میریزیم. 5 آتش خاموش نیست؟ پس نیست آتش؟
اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبروید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتون رو نشان دهید، پس برنامه خونی تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد. تلفن برای تماس 988 53 52 57. خونی تاجیکستان، ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی. بیننده‌های عزیز، بار دیگر میگویم که خب جماعت دهاتی زیده عموما همین موضع زیده بسیار یک منظره های بسیار دلکش و زیبا دارد، چی در زمستان چی در تابستان و نگفتن نماند که ما سیاحان زیادی که از تاجیکستان عزیز دیدن میکنند، اکثریتشون حتما که از این منطقه زیبای تاجیکستان دیدن میکنند و من توصیه میدیم به اون نفرانی که خب میخواهند از همین خب جای‌های زیبا، مکان‌های زیبای تاجیکستان دیدن کنند، حتما که از موضع زیده دیدن کنند، چی در زمستان چی در تابستان. بسیار یک نمای زیبا. حالا که شما می‌بینید که چگونه هست. بیننده‌های عزیز، اون نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستند، خاطر رسان میکنید که شما برنامه خونی تاجیکستان رو از شبکه سفینه تماشا دارید و خب امروز قرار داریم گفتیم در خونه اپای عبرت بولاماق نام یک خوراک بسیار قدیمی و بولذت رو آماده میکند. محصولات زیاد لازم نیست، گفتیم آرد، گوشت، روغن زرد و نمک، کمی آب اضافه میکنیم و تا این دم اپای عبرت چیکار کردن؟ اول بعد از اون که دیگ گرم شد یا خود به استیل تثبیت، بعدا روغن زرد رو انداختن، وارد دیگ کردن. بعد از 5 دقیقه گرم شدن روغن خب کمی آرد انداختن، آرد رو آمیخته کردن. طول 5 یا 6 دقیقه می شود که آمیخته کرده ایستاده است و نازکیش نیست در همین است که باید همون روغن با آرد چنون آمیخته شود که عموما یگان خب میده آرد خب کلوله نبندد. و بعد از اون که مثلا پوره این آمیخته می شود، من فکر میکنم که گوشت رو می اندازن و تا اون دمی که گوشت رو می اندازن حتما که شما خواهید دید و چگونه است. کمک دود خب خلال می رسوند به اپای عبرت. اکنون گوشت را می ریزیم. اکنون گوشت رو انداخته بیننده‌های عزیز. بعد از 5-6 دقیقه که با من دید خب ظرف رو من کمک میکنم به شما، چون گفتم که اپای عبرت بسیار کم سخن است ولی کارهایش بسیار خوب عالی است و تعریف و توصیفش نیز خیلی زیاد است. از همین لحاظ حتما که خوراک بسیار بولذت میآید. من الکه از بویش احساس میکنم که بسیار یک خوراک بولذت و اساسش خب فایده‌آور. نمک را میریزیم. نمک رو میاندازیم. خب چند قدر باید که آمیخته کنیم بعد از گوشت رو انداختن؟ یک 5 دقیقه. 5 دقیقه. یک 5 دقیقه. بین محصولات ها 5 دقیقه است. 5 دقیقه. بله، روغن رو انداختیم 5 دقیقه گرم شد، بعدا آرد رو 5 دقیقه یا 6 دقیقه آمیخته کردن، بعدا گوشت رو و نمک موافق همون مزه، لذت، قبول ذوق و خب آب. یگان محصولات زیادی در اینجا نیست و لذتش بسیار عالی خواهد بود. من به شما کفالت میدیم بیننده عزیز و انیقش رو بعد از چشیدن به شما میگویم. اکنون وقتی آب میریزیم. آب میریزیم. آب حتما که گرم باشه و فرق نداره. کمک رسونم. بیننده‌های عزیز، آب رو نیز انداختیم و گفتیم که خوراکی که آماده میکنن تقریبا برای خب 5 یا 6 نفر است. آب مرحمت. همه شو انداختم.
من بیننده‌های عزیز خب پای بردم که برای آماده کردن بولاموق وقتی زیاد نیز لازم نبوده است. وقتی زیاد نیز لازم نبوده است زیرا تخمینا در دوام 20 یا 25 دقیقه پورا خب میتوان آماده کرد خوراک بولاموق رو و مخصوصا در منطقه کوهستان بسیار فایده‌آور است زیرا در منطقه کوهستان می‌بینید که همه جو برف پوش است. خب در وقتی زمستان در صبحانه وقتی که این خوراک رو استعمال میکنید حتما که خب یگان مریضی دنبالگیر نمیشود بسیار خوب فایده‌آور است با سلامتی نیز فایده کلان دارد. از آن لحاظ که اپای عبرت امروز بسیار کم سخن است و با کار خودش مشغول است من کوشش میکنم که با شما بیشتر و بیشتر معلومات دهم. بیننده‌های عزیز ما رو ترک نکنید. این برنامه خونی تاجیکستان است از شبکه سفینه قرار داریم در مرحمت بینید بسیار منظره زیبا موضع زیده. بعد از چند لحظه برمیگردیم. اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبرید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتان را نشان دهید، پس برنامه خونی تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد. تلفن برای تماس 988 53 52 57. خونی تاجیکستان، ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی. بیننده‌های عزیز و ارجمند بالاخره بولاموق آماده شد و اپای عبرت خوب با ظرف میبردارند و خوب میچشیم. مرحمت من به شما کمک میکنم. بعد از استعمال کردن این خوراک حتما که با همین کوه‌های سر به فلک کشیده فقط خوب میدوی دیگر یگان کار نیست فقط خوب خیلی عالی. دوستان عزیز بسر دسترخوان آماده شد بولاموق. بعد از چند لحظه با سر دسترخوان در سر دسترخوان وا میخوریم و میچشیم و حتما از مزه و لذت بولاموق به شما خواهم گفت. ما رو ترک نکنید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. نشستیم سر دسترخوان و خواهیم چشید از خوراک بسیار بالذت اپای عبرت و میگوییم که چگونه مزه دارد چگونه لذت دارد و به شما حتما که خواهیم گفت. مرحمت با اشتیا باشید. مرحمت بسیار یک بوی لذیذ نیست دارد. همون لذت روغن زرد با همون آرد وقتی که بسیار آمیخته میکنند به خود یک مزه خاص رو پیدا میکنند و بسیار لذیذ است و وقتی که گوشت رو میاندازند اکنون دیگر جای گپ نیست. بیننده‌های عزیز من باوری کامل دارم که بعد از تماشای این برنامه حتما که به خونه‌تون در خونه‌تون خب فرمایش میدید این خوراک بسیار بالذت رو میکنن. بسیار بالذت است. اپای عبرت من از شما بسیار سپاس مینمایم. تشکر که چون این خوراک‌های بسیار قدیمی رو شما کوشش کردید که از بین نرود در این منطقه آماده میکنند و من باوری کامل دارم که مثل شما بیننده‌های عزیز نیست برای رشد هنرهای مردمی برای احیا و نگاه داشتن خوراک‌های قدیمی خوراک‌های تاجیکی ملی خب سهم خود رو میگذارند. بیننده‌های عزیز اینجا باشد برنامه نوبتی خونی تاجیکستان از جماعت دهات زیده از منطقه بسیار زیبا از موضع بسیار دلپسند با آخر میرسد. تا دیدار نوبتی خود و نزدیکانتان را احتیاط کنید و همیشه
خب برای رشد و نموی هنرهای مردمی سهمگذار باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. خیر دوستان عزیز. اگر شما از عهده پختن خوراک‌های قدیمی ملی میبرید و میخواهید که به دیگران مهارت و ملکه آشپزیتون را نشان دهید، پس برنامه خانه تاجیکستان این امکانیت را برای شما فراهم می‌آورد. تلفن برای تماس 988 53 52 57. خانه تاجیکستان، ترغیبگر خوراک‌های لذیذ ملی.